سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين و بعد. الله متعال را به نهایت سپاسگزار هستیم و تشکری داریم برای همه نعمات خوب و نعمات بزرگ و عظیمی که پروردگار نصیب همه ما و شما عزیزان گردانیده. باز هم شنونده های گرامی، به درس سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار خوش آمدین. امید که تا این دم صحت و سلامت بوده باشین و از گزند روزگار در حفظ و پناه الله متعال و الله بی نیاز عزتمندی دنیا و آخرت را نصیب همه ما و شما داشته باشد. شنونده های عزیز، در درس گذشته پیرامونی داستانی افک و یا هم قضیه افک، این که منافقین به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها تهمت میزنند، ماجرای افک بود که الحمدلله به طور احسن و به طور تفصیلی بیان کردیم و تشریح کردیم. یعنی کفار و مشرکین و منافقین همیشه در فکر این هستند که مسلمانان را بدنام بسازند و مسلمانان واقعی را اینها را بدنام کرده باشند، که متاسفانه در شرایط امروزی که ما هم هستیم بعضی فامیل ها هم به دنبال همین بیعزتی خواهران و مادران مسلمان خود میگردند. بعضی مردمی هستند و بعضی انسان ها هستند که پروردگار عزوجل به خاطر نابودی و به خاطر از بین بردن همان عزت و وقار و بزرگی امت اسلامی اینها تلاش میکنند، زحمت میکشند، ولیکن پروردگار عزوجل این وعده اش هست که سرانجام فتح و پیروزی، نصرت و کامیابی، عزت و وقار از آن امت اسلامی هست. هیچ کفر و هیچ مشرک نمیتواند امت اسلامی را از بین ببرد. هیچ کفر و مشرک نمیتواند که جهان اسلام را از بین ببرد. این وعده پروردگار عزوجل هست که پروردگار عزوجل دشمنان اسلام را نیست و نابود میکند، دشمنان اسلام را از بین میبرد. و همان منافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول، اینها کسانی بودند که توطئه میکردند، دسیسه میکردند علیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ازواج مطهرات، صحابه کرام و تمام مجاهدین برحق. اینها شب و روزشان در همین حیله و در همین توطئه و دسیسه سپری میشد، ولیکن الله متعال آنها را خار و ذلیل و تباه گردانید. به هر صورت درس دیگه ای که داریم سریه های پس از غزوه مریسیع می باشد. پس از غزوه مریسیع اینها شروع شدن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، مجاهدین و کسانی که واقعا تلاش میکردن، زحمت میکشیدن در این سریه ها، آنها را روان میکرد. که این درس ما را دوستان عزیز از رادیو شریعت 93 FM شنونده می باشین. سریه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه به سرزمین بنی کلب در دومة الجندل در شعبان سال 6 هجری پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را در برابر خویش نشاند و با دست مبارکش بر سر او عمامه بست و او را به بهترین کارها در جنگ سفارش نمود و فرمود اگر از تو اطاعت کردن با دختر رهبرشان ازدواج کن. عبدالرحمن بن عوف 3 روز در میان آنان گذراند و با آنها اسلام را بیان کردند و اسلام را به آنها رساند و آن مردم را به اسلام دعوت نمود. همگی مسلمان شدند و عبدالرحمن با تمازیر بنت اسبیق که پدرش سرور و رهبر قبیله بود پیوند زناشویی بست. این زن مادر ابو سلمه ابن عبدالرحمن است. سریه دیگری که سریه علی ابن ابی طالب رضی الله عنه به سوی بنی سعد ابن بکر در فدک در شعبان سال 6 به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر رسیده بود که در آنجا گروه هستند که قصد همکاری با یهود دارند. از این رو حضرت علی کرم الله وجهه را با 200 تن روان کردند. وی شبها راه می رفت
و روزها پنهان می شد و توانست یکی از جاسوسان آنها را دستگیر کند. او اقرار کرد که آنان او را به خیبر اعزام کرده اند تا در ازای مقدار از خرمای خیبر آنان را یاری کنند. همین فرد سپاه اسلام را به جایگاه تجمع بنی سعد راهنمود کرد. حضرت علی کرم الله وجهه بر آنان یورش برد و 500 شتر و 2000 گوسفند به غنیمت گرفت. قبیله بنی سعد که رئیسشان وبر ابن علیم بود همگی با شتران باربر خویش گریختند. نکته دیگر سریه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه می باشد. با زید بن حارثه رضی الله عنه به وادی القرا در رمضان سال ششم شاخه از بنی فزاره در صدد سوی قصد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه را با گروه اعزام فرمود. سلمه ابن الاکوع رضی الله عنه می گوید همراه او به راه افتادم تا اینکه نماز صبح را به جای آوردیم. آنگاه دستور حمله داد. ما نیز بر چشمه آنان دست یافتیم و ابوبکر عده‌ای را کشت و من گروه از آنان را دیدم که زنان کودکانشان را همراه داشتند. ترسیدم که مبادا از من پیشه گرفتند و خود را بر فراز کوه برسانند. خود را به آنان رساندم و تیر به میان آنان و کوه رها کردم. چون تیر را دیدند ایستادند. در میان ایشان زنی بود که به نام ام قرفه که پاره پوست کهنه بر تن داشت. دخترش را که از زیباترین عربها به شمار می رفت همراهش بود. آنان را به نزد ابوبکر آوردم. او دختر ام قرفه را به من داد تا من از او جامه بر نگرفتم و با او آمیزش نکردم. پس از رسیدن به مدینه رسول خدا صلی الله علیه و سلم از ابوبکر دختر ام قرفه را طلب کرد و او را به عنوان فدیه برای رهایی اسرای مسلمان به مکه فرستاد. ام قرفه زن شیطان صفت بود که سودای سوی قصد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم را داشت. وی 30 سوار از خاندان خیش را برای این هدف بسیج نمود که همگی به سزای خیش رسیدند و کشته شدند. نکته دیگر سریه کرز ابن جابر به سوی عرناکی در شوال سال ششم گروه از قبیله عکل و عرینه به مسلمانی تظاهر کردند و در مدینه مقیم شدند. اما هوای مدینه با آنان نساخت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم آنان را همراه چند محافظ به چراگاه فرستاد و توصیه فرمود از شیر و ادرار شتران بیاشامند. چون سلامت خیش را باز یافتند شبان رسول خدا را کشتند و شتران را با خود بردند و پس از مسلمانی کافر شدند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرز ابن جابر فهری را با 20 تن از اصحاب به دنبالش فرستاد و عرناها را چنین نفرین فرمود: پروردگارا راه را بر آنان نابینا فرما و آنان را از دست بند بر ایشان تنگ تر گردان. آنان راه را گم نمودن و گروه اعزامی آنان را دستگیر کردند. دست و پایشان به خلاف یکدیگر قطع گردید و به جای کاری که خود با شبان مرتکب شده بود دیدگانشان با میله آهنین کر شد. سپس در گوشه از حره زمینی که دارای سنگه های سیاه است رها شدن تا بمیرند. حدیث آنها در صحیح بخاری از انس رضی الله تعالی عنه روایت است. سیره‌نگاران علاوه بر این از سریه عمرو بن امیه همراه با سلمه بنت ابی سلمه در شوال سال ششم هجری یاد میکنند. او برای کشتن ابو سفیان به مکه رفت، زیرا ابو سفیان فرد بادیه نشین را برای کشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مدینه فرستاده بود، ولی هیچ یک از دو طرف در انجام مأموریت خود توفیق نیافت. گفته می شود که عمرو در راه 3 مرد را کشت و جنازه خبیب را که شهید شده بود با خود آورد. اما مشهور است که خبیب چند روز و یا چند ماه پس از واقعه رجیع به شهادت رسیده و حادثه رجیع در سفر سال 4 هجری رخ داده بود. نمیدانم که این دو سفر نزد سیره‌نگاران با هم آمیخته یا
این که هر دو واقعا در یک سفر در سال 4 هجری رخ داده است. علامه منصور پوری منکر آن است که این سریه برای جنگ یا درگیری بوده است. این بود سرایان و غزواتی که پس از غزوه احزاب و بنی قریظه رخ داده. از تأمل در اوضاع و احوال می توان دریافت که پس از غزوه احزاب شرایط زمانه به نفع اسلام روبرو و در تحول نهاده و روحیه دشمنان اسلام پیوسته در رو به ضعف و سقوط داشت و دیگر امیدی به در هم شکستن دعوت اسلام و در هم کوفتن هیبتش نداشتند. این پیشرفت و تحولی مهم به وضوح در ماجرای صلح حدیبیه آشکار شد. این مصالحه در واقع بیانگری به رسمیت شناختن نیروی اسلام بود و تثبیت و بقای آن در جای جزیره العرب. پیغمبر صلی الله علیه و سلم تلاش کردند، زحمت کشیدند تا که تمام جزیره العرب و جهان عرب پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به رسمیت بشناسند و پیغمبر صلی الله علیه و سلم کوشش کردند، تلاش کردند تا که تمام جزیره العرب و تمام عرب ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دین اسلام و قوت اسلام و استقلالیت اسلام را اینها درک بکنند و اینها بشناسند به رسمیت اسلامی عزیز را که بله، اسلام یک نظامی هست که با تمام عیار. اسلام یک نظامی هست که خیرش، برکتش، زیباییش، لطف و مرحمتش به تمام انسانها رسیده. هیچ انسانی نیست که لطف و رحمت الله متعال شامل حال او نشده باشد. هیچ انسانی نیست و هیچ جنبنده ای نیست که لطف و رحمت الله متعال از آن او نشده باشد. همه انسانها، همه مردمان روی زمین و کره زمین به برکت دین اسلام، به زیبایی دین اسلام، به زحمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این مقام و به این منزلت رسیدند. جهان کفر و جهان غرب این را بداند که نظام اسلام نظام سستی نیست. نظام اسلام نظام بسیار بی سواد و بی تحصیل و بی تعلیمی نیست. کوشش بکند که جهان اسلام به این فکر هست که ما باید جهانی که او ظلم را روا می دارد، جهان و دنیایی که بربریت و تباهی را برا می اندازد، او را سر جای خود بنشاند. اینجا هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سرایان و این غزوات را که شروع کرده بودند، غزوه احزاب و بنی قریظه و دیگر غزواتی که بود، به خاطر که دشمنان اسلام بدانند که اسلام دیگر آن اسلامی که در سالهای اول بود، آن اسلامی که در حال نو تأسیس بود و آن اسلامی که در حال تشکیل بود، او اسلام دیگر به قدرت رسیده، او اسلام دیگر سر پای خود استاد شده، او اسلام دیگر اسلام ضعیف و اسلام بیچاره نیست که هر انسان بی ادب و هر انسان گستاخ بتاند که اسلام را بدنام بسازد، اسلام را از بین ببرد. نه خیر. اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تلاش کردند، کوشش کردند که برای به رسمیت شناختن اسلام، برای این که مردم جهان اسلام را بالایش حساب بکنند و جهان اسلام را مردم دست بالایی گرفته باشند، در اینجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم از همه تلاش هایشان کار گرفتند، از همه زور و قدرتشان کار گرفتند. اینجا بود که صلح حدیبیه به وجود می آید. اینجاست که جهان کفر می ترسد، اینجاست که جهان کفر می هراسد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به رسمیت می شناسد و او را به صلح دعوت می کند که بله، ما جهان کفر مجبور هستیم که ما بین مسلمانان مصالحه بکنیم، ما بین مسلمانان صلح را به وجود بیاوریم. همین است که صلح حدیبیه از طرف کفر و مشرکین پیشنهاد می شود. این در حقیقت بیانگر زور و قدرت امت اسلامی هست. این در حقیقت همان قدرت و عظمت جهان اسلام و جهان محمد صلی الله علیه و سلم است. وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حرکت میکنن تا که در مکه مکرمه حج بکنن، تا که به بیت الله تشریف ببرن، کفار می آیند در مابین راه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ورودشان به مکه مکرمه مانعت میکنن، عذر میکنن، زاری میکنن که امسال خیر از شما به مکه داخل نشوین.
اگر به مکه داخل میشین خون ریخته می شود، اگر به مکه می آین خون بر روی زمین جاری می شود. بیاین به خاطر پیوند قرابتی که داریم، به خاطر پیوند خویشاوندی که داریم، امسال شما به مکه داخل نشوین. به همین شکل از همین میدان شما قربانی های خود را قربانی بکنین، سرهای خود را حلق یا بتراشین. سال آینده شما میتونین که به خانه الله، به کعبه شریف تشریف بیارین و 10 سال در همین منوال به خاطر همین قدرت و به خاطر همین عظمت و به خاطر همین غیرت و شجاعتی که امت اسلامی داشت، 10 سال اینها قربان میکنن، 10 سال اینها آتش بس دارن به خاطر که امت اسلامی به قدرت رسیده. عمره حدیبیه و انگیزه آن، شرایط و اوضاع حاکم بر جزیره العرب تا حدود زیادی به نفع مسلمین تحول یافته و نخستین نشانه های فتح نهایی و پیروزی عظیم دعوت اسلام اندک اندک پدیدار می شد و مقدمات لازم برای تثبیت حق مسلمین در انجام عبادت در مسجد الحرام که 6 سال بود مشرکین مانع آن می شدن مهیا گشته بود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدینه به خواب دید که با یارانش وارد مسجد الحرام شده و کلید کعبه را هم به دست گرفتند و خانه را طواف کرده و عمره به جای آورده است و گروه موی تراشیده و شمار نیز موی کوتاه کرده اند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحاب خیش را از این رؤیا با خبر ساخت و آنان شادمان شدند و پنداشتند که همان سال وارد مکه خواهند شد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اصحابش اعلام فرمود که قصد عمره دارد. آنان نیز مهیای سفر شدند. همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم از عربها و بادیه نشینان اطراف خواست که همراه وی راهی شوند، اما شمار بسیار از بادیه نشینان در پذیرش این دعوت درنگ کردند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود جامه خیش را شست، بر ماده شتر خیش که قصوا نام داشت سوار شد و ابن ام مکتوم با نمیله را در مدینه به جای خیش گماشت و روز دوشنبه اول ذی‌القعده سال 6 هجری به همراه همسرش ام سلمه با 1400 یا 1500 نفر درو به طرف مکه نهادند. جز با سلاح مسافر شمشیر در نیام چیزی با خود بر نداشتند. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که حرکت کرد به طرف مکه مکرمه 1400 یا 1500 نفر بودند که اینها همه حرکت کرده بودند تا به عمره بیاین و عمره بکنن. اینها وقتی که حرکت میکنن با خود شمشیر نمیگیرن مگر همان چند تا شمشیری که به خاطر دفاع از خودشان بود، به خاطر که در سفر هستند، در سفر کدام حیوان درنده با آنها حمله نکند یا دزدانی هستند که ضرر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و به مجاهدین نرسانند. فقط همین قسم شمشیر در حد دفاع با خود گرفته بودند. شمشیرهای جنگی و نیزه های جنگی دیگر سلاح‌ها را در مدینه جای گذاشته بودند. با همین چند سلاح و با همین چند شمشیر به حرکت کردند تا به مکه مکرمه تشریف بیاورند، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواب دیده بودند که اینها با یک عالم سربلندی، با یک عالم خوشحالی و لبخند به خانه پروردگار آمدند، به خانه الله متعال آمدند و در آنجا حج عمره میکنند. وقتی که اینها تصمیم میگیرند تمام صحابه کرام بلند میشوند و خیلی خوشحال میباشند. این واقعیت جای خوشحالی هست، این واقعیت جای بسیار افتخار هست که امت اسلامی بتاند که با سربلندی بیاید حج خانه کعبه را ادا بکند و واپس برود به همان منطقه خود و به همان کشور و به همان جامعه اسلامی خود بر بگردند. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تصمیم میگیرد در اینجا مشرکان با خبر میشوند، مشرکان آگاهی پیدا میکنند، مشرکان آگاهی حاصل میکنند، حالا میخواهند از رفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مکه مکرمه ممانعت بکنند. اینها نمیگذارند که امت اسلامی و جهان اسلام
همان قدرت و زیبایی و همان استقلالیت خود را بر رخ مردم بکشد و تمام مردم مشاهده بکنند که جهان اسلام در همه ابعاد زندگی این خودکفا هست، این توانایی دارد، بزرگ هست. پس اینجا هم وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در میدان حدیبیه میآیند، در این میدان وقتی که حضور پیدا میکنند میبینیم که کفار و مشرکین از هر طرف به سوی مسلمانان میروند و از هر طرف به سوی امت اسلامی و به سوی مجاهدین میروند تا آنها را باز بگرداند. در اینجا سخنگوی را مشخص میکنند، سخنگوی را معلوم میکنند که او باید تنها با پیغمبر صلی الله علیه و سلم، با بزرگان دین و با صحابه کرام صحبت بکند تا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از آمدن به مکه مکرمه این امسال باز ایستد و نباید برای این سال به مکه مکرمه به خاطر حج عمره بیاید و عمره را ادا بکند. چرا؟ این مشرکین می ترسیدن، این مشرکین وحشت کرده بودن این که امت اسلامی با 1500 نفر یا 1400 نفر اینها که حرکت میکنن، اینها همه کسانی هستند که در راه دین الله متعال خود را فدا میکنن. پس اینجا این مشرکین و این دشمنان الله متعال میترسن، میآیند صلح حدیبیه را پیش میکنن که خیر است ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ما صلح میکنیم، بیاین که صلح میکنیم، کسی با کسی کار ندارد، 10 سال ما جنگ نمیکنیم، ما بین خود هیچ مشکل نداریم. در اینجا میآیند و موضوع صلح را پیش میکنن. وقتی که موضوع صلح را پیش میکنن، الله متعال پیغمبر صلی الله علیه و سلم را وقت خبردار کردن. الله متعال وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مطلع کرده که حبیب خدا، این صلح حدیبیه این مقدمه برای صلح عظیم هست، این برای صلح روشن و برای صلح بزرگ و برای صلح مبارک هست. اینجا هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صلح حدیبیه را میپذیرد و این صلح را قبول میکند و این صلح بوی از فتح و پیروزی عظیم را برای امت اسلامی نصیب میکند. همین است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند به حضرت عمر صاحب که حضرت عمر در صلح حدیبیه بسیار احساساتی میشود، ولیکن حبیب خدا صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر فاروق بیان میکند ای عمر تشویش نکن، ای عمر ناراحت نباش، این صلح حدیبیه درست است که ظاهرا به تاوان ما هست، درست است که ظاهرا معلوم می شود که ما با مشکل مواجه شدیم، ولیکن در حقیقت این مقدمه فتح مکه مکرمه هست. این صلح حدیبیه مقدمه هست برای این که مکه مکرمه فتح می شود، برای این که مجاهدین ما پیروز می شوند، برای این که دوباره میتونیم که تمام انصاریان و تمام مهاجرین بر بگردند به زادگاه مهاجرین. و باز حالا نوبت مهاجرین هست که عزت و احترام انصاریان را انجام بدن. همین دنیا هست دوستای عزیز که امروز تو به درد من میخوری، ما فردا به درد تو میخورم، روزی هست که ما و شما کنار هم به درد یکدیگر میخوریم. الله متعال احساس مسئولیت برای همه ما و شما نصیب بگرداند. ان شاء الله که ادامه بحثی که حرکت مسلمانان به سوی مکه هست میگذاریم به درس بعدی. تا آن درس خداوند یار و مددگارتان باشد.